میدونی که پیامبر چی در زندگی با عایشه چه بود؟ ببین ما یک اندکش از کتاب احیاء العلوم امام غزالی میگه که پیامبر میگه صلی الله علیه و سلام هر گاهی که طعام خوردن میشید عایشه را دعوت میکرد، به عایشه طعام نمیخورد. وقتی لبی دسترخوان می نشست حتما در کنارش عایشه را میشینند. شما کردارای حضرت با کردارای خودتون موافق نید. عایشه مادر ما میگه پاش حضرت دراز میکرد و سرش میگه در پیش بر من میماند و خواب میکرد. این بود زندگی پیامبر نازنین با عایشه. این برادرای عزیز، این معنای چیه؟ این کارهای پیامبر همش به خاطر هوا و هوسش نبود. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. چیزی که پیامبر کرد همش از آسمان، از نزد الله مهربان فرمایش میشد.